خیلی به درد میخورد. همه چیز عالی بود، خیلی خوب بود. یه خورده فقط مثلا بددهن بود که من میپسندیدم. یعنی مثلا ما درواز داریم گوسالواز اومد دنبال من گفت قربونت برم سلامت باشی. بعدا جواب مثلا ما داشتیم رانندگیم که گوسته این گاو رانندگی بکنی. یه خورده بدتر بود. خب بالا یه میشه مثلا بعدها آدم زندگی یواش یواش زن شوهر رو هم تاثیر دارن. مشکل دیگه ای که نداره. نه مشکل مثلا بگی اجور مشکل نه. یه خورده مثلا دستپختش اینا خوب نبود. دستپختش خوب نبود. نه یه قرص سبزی درست کرد ما خوردیم یک ماه رفتیم تو کما. دستپختشون خوب خوب نبود. نه لوبیا چیتیاش نپخته بود. روی تنفس ما رو بند آورد، ما کبود شدیم رفتیم تو کما. خب بعضی دستپخت ندارن. از اون دوره کما یادم میاد. من به نظرم میاد ایرادی نداره دستپخت. خب بعضی نه تاثیرگذار نیست. نه ولی خب بقیه چیزها نه مثلا بگی مثلا اجوری اشکال نه. یه خورده بد لباس هست. بد لباس؟ خب بد لباس میپوشه. مثلا چه جوری؟ یعنی هیچی مطول هر بار با هم اومدیم بیرون گرفتن اونو. خب اینم بالاخره مثلا من خیلی خودم ما رو میگیرن، من سوار میکنم، من بازداشتگاهشون میره خونه. حالا اینم یه ولی مثلا بگی عیب و ایرادی باشه نه اونجوری نیست. کلا خوبه. همین که به هر حال با هم نگاه میکنید و با هم دیگه خوب هستین خوبه. نه با هم خوب نیستیم. با هم نگاه نمی‌کنیم اصلا. یعنی چی اصلا نگاه نمی‌کنیم؟ یعنی من که میام این نگاهشو میندازه تو لوستر تو سقف بالانس بچم چا دستشویی نگاه کنه به ما نگاه نمی‌کنه. سوار من تو گوش من چا خلا رو از چا بیشتر دوست دارم. خب به هر حال حتما یه حسنی داشته که شما علاقمند شده. نه هیچ حسنی نداشته. هیچ حسنی نه ولی به دل من نشسته به دل ما. خب دیگه میگه علف باید به دهن بوزی خوش بیاد. نه به دهن بوزی هم خوش نمیاد. خب پس چرا؟ نمیدونم به دهن ما خوش نمیاد. نه